در برنامه اخباری آزادی از حادثه‌های آخر جهان و تاجیکستان خواهیم گفت. سلام بیننده عزیز، امروز 25 اپریل است. توجه کنید به محتوای برنامه. صدمه مدهش دیگری در کلاب جامعه را تکان داد. خودرو با سرعت بلند با نقض قاعده‌های راه به ماشین مسافربر برخورد. در 2 هفته بیش از 10 دختر نابالغ در تاجیکستان ناپدید شدند. دختران نورس کجا می شوند؟ فکر میکنند که اگر از خانه بیرون شوند اگر همین مشکلی اونها یک طرفه می شود. بزرگ نمور که بهار می آید. دانشمندان خوجندی باور دارند که درختان آرایشی مگنولیا که پژمرده شدند سال آینده گل خواهند کرد. بوری اول شوندن به یک بار برگش میپرتوید و از نم برگ میبرد. در راه دوشنبه خاروق در محله خیرمن شهر کلاب صدمه مدهش نقلیاتی رخ داده است. در نوارهای دوربین‌های نظارتی دیده می شود که ماشین با سرعت بلند مقابل راه برآمده به مسافرکش خردی تنگیم برمیخورد. این حادثه در راه رخ داد که سال 2023 حدود 1 کیلومتر پایینتر از آن ماشین بارکش ترمزش از کار برآمد و چند ماشین را پخش کرد که در نتیجه 10 تن جان باخته 11 کس هلاک شده بود. جزئیات این حادثه در گزارش همکارم محمود جان رحمتزاده. لحظه برخورد ماشین ها را در شهر کلاب دوربین های نظارتی ثبت کرده اند. در نوارها دیده می شود یک ماشین با سرعت بلند و در سمت مقابل برآمده اول با ماشین روبرویش سر به سر می زند. سپس با تغییر مسیر به ماشین دیگر برخورده چپه می شود. این تصادف بعد از نیمه روزی 24 اپریل در محله سیدعلی ولیزاده معروف به نام خیرمن رخ داد. مجروح شدن به کمیش 2 نفر در این تصادف معلوم شده است، اما شماره عمومی آسیب دیدگان نامعلوم است. شاهدان میگویند هر 3 ماشین که سخت شکست دیده‌اند مسافر داشتند. بنا به اطلاع دریافتی راننده 2 ماشینی که اول با هم برخوردند در بیمارخانه بستری و وضع صحتی آنها وضعین ارزیابی شده است. از آنها محیدین علیموف 30 ساله و امیرجان دولتوف 31 ساله نام میبرند. به گفته طبیبان هر دو با آسیب‌های مغز سر، قفس سینه به بیمارستان آورده شده‌اند. سبب و جزئیات دیگر این تصادف در راه کلاب شمس‌الدین شاهین را مقامات هنوز شرح ندادند، ولی کاربران حرکت ماشین را در سمت مقابل سبب سانحه می‌شمارند. امام خطیب مسجد مرکزی کلاب در نماز جمعه از این تصادف یادآوری شده بر رعایت قاعده‌های حرکت در راه و جلوگیری از چنین واقعه‌های مدهش تاکید کرده است. وی از رانندگان خواسته است جان خود و مسافران دیگر را زیر خطر نگذارند. در سالهای اخیر چنین صدمه مرگبار در راه‌های کلاب رسانه‌ای و پرسر و صدا شده است. پرقربانی ترین تصادف صدمه ماشین بارکش در شاهراه دوشنبه کلاب خاروق بود که در نتیجه آن 10 کس جان باخته 11 نفر مجروح شدند. صدمه اخیر هم در مسافه نچندان دور از این راه رخ داده است و به گفته راننده ها یک مشکل اساسی در این راه این است که در کنار آن مغازه های بزرگ مساله ساختمانی قرار دارد و بسیاری از ماشین های بارکش که به اینجا می آیند راه را بند می کنند. سرعت بلند در حالت مستی راندن ماشین و به اعتنایی به قاعده و قانون حرکت در راه، دانش و تجربه کمی راننده هایی که گفته می شود شهادتنامه رانندگی را خریده اند و به سمت مقابل برآمدن ماشین ها از سبب های دیگر تصادف های مرگبار در راه‌های کشور دانسته می شود. با اطلاع رسمی سال 2024 زیاده از 550 نفر در تاجیکستان در تصادف‌های نقلیاتی جان باختند. در شبکه‌های اجتماعی همه روزه عکس دختران نابالغ نشر می شود که گم شدند و نزدیکانشان آنها را جستجو می کنند. تنها در 2 هفته اخیر از ناپدید شدن بیش از 10 دختر خبر نشر شد. اکثر آنها دخترانی از 14 تا 16 ساله هستند. خوشبختانه بیشتر آنها در یک مدت کوتاه پیدا شدند. شهلای عبدالله و عبدالغنی عبدالوهاب سبب‌های ناپدید شدن دختران نابالغ را جستجو کرده این گزارش را تهیه نمودند. 46 در وحدت، در روغون، در همه جا بچه‌م میگردم قطعی نمیام. نبیره خالای ماهیبیان بعد 2 هفته جستجو پیدا شد. ماهیبیان یک روز پیش از یافت شدن نبیرش که پلیس را جستجو میکرد به ما چنین گفته بود: روزی 11 بچم ساعت اینمی 11 بود. من ای خانه برام بچم گفتم که شما توقعاتتون بشوین اوقات کنین خانه دارتون توزه کنین. من میرم همین نفقه بابیتون میگیرم میگردم میام. همین رفتم بچم من یه ساعت حیال نکردم. همین 12 در خانه اومدم که نویرو در می جبه گفتم فرشته ما کو با خواهرش گشت اکسنی ما گفته که بیبی گفته
در این آخوت پاخوت کرد خوندرور همه را روخت گفت لباساشا ترک کرد گفت همین خونی جای خوش در اومد میگه گفت که من مگزین میرم. گفتم که مگزین چی را میره؟ گفت یا میرم من میام. سببی از خانه بیرون رفتن فرشته‌مای 17 ساله و در کجا بودن او طی 2 هفته الحال معلوم نیست. او و نزدیکانش حالا بازپرسی میشوند. در این بین پلیس یک دختر دیگری نیز 17 ساله ساکن ناحیه جلال‌الدین بلخی شمسیه شهبازاده را بیش از 10 روز می شود جستجو دارد. این نورس بگوی 13 اپریل از خانه بیرون رفته تا حال بینشان است. این دور یکم که همین خیلی با همین کوز گریفتار شده برآمده دیگر نه خط نه خبر یکون جان یکون دستگاه خطی زنگ زده و چی کرده ما هستیم یا چی سر چی نکردم دستی مثلا غم نخیری انسان. این 2 دختر تنها نورسانه نیستند که روزهای اخیر ناپدید شدند. تنها در ماه اپریل پلیس شهر دوشنبه خبر گم شدن 10 نورس را نشر کرد. هرچند بعضی از آنها با گذشت چند روز یافت شدند، سبب بینشانی آنها گفته نمی شود. کاربران شبکه‌های اجتماعی آن را به اعتراض از وضع خانواده، بی‌معرفتی، فریب همسالان، بداخلاقی، ماجراجویی و غیره بستگی می‌دهند. روانشناس نرگس تویمستова از خانه رفتن نورسان را به چندین عامل ربط می‌دهد. پیدا شدن خواهش نوابسته بودن از پدر و مادر، یعنی که وقتی که نورس میخواهد علاقه به طور خود حرکت کند، کار خود رو پیش برد، بسیار وقت از طرف والدان چکار کرده میشد، اجازه داده نمیشود و البته هست اونهایی که بهت آزادی پرستند و آنها نمیتونن همین چیزو تاب آورده فکر میکنن که اگر از خانه بیرون شوند اگر همین مشکلی اونها یک طرفه میشود. دیگر موضوع البته این موضوع جوانی، این موضوع عاشق شدن، مهر و محبت پیدا کردن، با احساسات داده شدن دخترها هست. بنابر اعلان‌های نهادهای امور داخلی تاجیکستان احتمال می‌رود هر سال تا 1000 نفر گم شده، تقریباً زیاده از نیمی آنها یافت شدند. گم شده های نیز هستند که با گذشت سالها از آنها نشانی پیدا نگشته است. سلام، اگر خط و خبر می‌خواهید ما داریم. نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش‌ها و تحلیل‌ها. چی می‌گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمینه یا اپ ما را بگیرید. در شهر یاشی قرقیزستان 5 نفر با اتهام جلب شهروندان به جنگ در اوکراین بازداشت شدند. یکی از آنها کارمند روسکی دام مرکز فرهنگی روسیه و دیگری کارمند حکومت این شهر بوده است. شخصیت 3 تن دیگر معلوم نیست. این دومین حادثه پرسر و صدا در قرقیزستان است که با وجود اعلان صداقت به مسکو از پیوستن شهروندان خود به ارتش روسیه را برای جنگیدن در اوکراین بیشکک پیشگیری می‌کند. کامیمار سیاتا گزارش نستایشی ورمیا را تقدیم می‌کند. دادگاه در شهر بیشکک اعلان کرد که قرار حبس 4 ساکن اوچ را با گمان جلب شهروندان قرقیزستان برای جنگیدن از جانب روسیه به ضد اوکراین صادر کرده است. نام 2 تن آنها روز 23 اپریل اعلان شد. ناتالیا سکرینا کارمند روسکی دام و سرگئی لاپوشکین کارمند حکومت اوش بودند. ناتالیا سکرینا اصلا روزنامه‌نگار بوده، در شهر اوش بزرگترین شهر جنوب قرقیزستان زندگی می‌کند. سالهای آخر او در خدمات مطبوعاتی روسکی دام در اوش کار میکرد. باور داریم که حقوق کارمند ما حفظ و امنیتش کفالت داده می شود. امیدواریم که تفتیشات موی را از خمیر جدا می کند. پیش خاطر نشان می کنم که مرکز فرهنگی روسیه در دایره سازشنامه میان روسیه و قرقیزستان طبق قانون عمل می کند. در عکس‌ها دیده می شود که سرگئی لاپوشکین کارمند حکومت اوش نیز در چاره‌بینی‌های روسکی دام فعالانه شرکت می‌کرده است. پس از بازداشت لاپوشکین سوال پیدا شد که چی طور یک کارمند حکومت به چنین کار جلب شده است. این یک هشدار جدی است که ساختارهای دولتی در برابر نفوذ کشورهای دیگر آسیب پذیرند. اوش بزرگترین شهر قرقیزستان یک منطقه مهم استراتژی است و هر گونه تأثیر بیرونه در اینجا همچون تهدید به امنیت ملی ارزیابی می شود. سیاستشناس امیل جورایف میگوید مقامات قرقیزستان از ابتدا شرکت شهروندان این کشور را در جنگ ضد اوکراین جدی گرفتند.
هرچند بیشکک در اکثر مسائل به مسکو صداقت نشان می‌دهد. برای کشور ما این یک مسئله مهم سیاسی است. اگر به مسکو هم خوش نآید باید درک کند که ما چنین بی‌عدالتی را قبول نداریم که در کشور ما آدمان مربوط به مرکز روسکیدام شهروندان را به جنگ جلب می‌کنند. دادگاه قرار کرد که گمانبران تا روز 17 ایون در حبس میمانند. اگر گناهشان اثبات شود با اتهام جلب به جنگ آنها را از 7 تا 17 سال زندان انتظار است. برنامه را با گزارشی از شمال تاجیکستان ادامه میدیم. دهها نهال آرایشی مگنولیا در مرکز ولایت سوخت خشک و پژمرده گشتند. این درختها تقریبا از 100 تا 1000 دلار ارزش دارند. آنها را پیش از سفر رهبران تاجیکستان و قرقیزستان و ازبکستان شنانده بودند، در حالی که بعضی از ساکنان از خشک شدن درختان اروپایی گران ارزش به حیرت افتادند. مسئولان آبادانی شهر خوجند میگویند جای نگرانی نیست. چگونه؟ فرزان محمدی تفصیلات دارد. 300 درخت مگنولیا را چند ماه پیش از ایتالیا به خوجند آوردند با امید آنکه سبز هستند و راههای مرکزی را زینت میدهند. حالا برگ‌هایشان زرد و پژمرده شده است. این حالت بعضی از ساکنان را به حیرت آورده است، اما مسئولان اداره آبادی شهر میگویند برای حفظ نهال‌ها تمام چاره را میبینند. موضوع قاعده تکنولوژیش که گفتگیش باید تعارف کردی، کامپوست کردی، خلاصی محلی کامپوست کردی گاهی کو هم شنونگو مشینونگی و یا همشه دو بار کارنوین دادگی یا بود سرکم این چیز مطابق شده برگی کنی میپاتاد همه خوشکش پرافته ناو میبرورا برو علاقه برو آدمیشم های. معرکه شیناندن درختان مگنولیا در خوجند در آخر ماه فوریه امسال صورت گرفت. در روزهای آمادگی به سفر رهبران تاجیکستان و قرقیزستان و ازبکستان در مرکز ولایت سوخت. معلوم نیست که چرا برگ درختان اروپایی ظاهراً گران ارزش در مدت کوتاه خشکیدند. باغپروران میگویند درختانی که از کشور دیگر آورده میشوند باید به محیط زیست مطابق کرده شوند. همین تجربه من همین موقع 4 سال رفته شده شده که نشون داد که این درخت چی بود؟ درخت بد نیست، درخت خوش صفت، زمستان تابستان سبز مینمود آرایشی درست، لیکن بار اول شوندن به یک بار برگش میپرتاید و از نم برگ میبرد. بعضیش اکنون نمیدونم سبب چیز ما نمیدونیم که آموزش کاری ما نه. بعضیش برگش پرتافتو تنش خوش شد لیکن از پایانش نرزده استول تنی نبرآورد. من اینکه حادثه هم هست. در حالی که مصاحب ما گفت مگنولیا به مثل ارچه همیشه سبز است و در بهار گل و نکهت زیبا دارد، حالا در باغ‌های خوجند تنها نمای سوخته و پژمرده آن نمودار است. اولین درختان مگنولیا را زیاده از 10 سال پیش در پایتخت تاجیکستان شنانیدند. آن زمان نرخ این نهال‌ها در بین ساکنان و مهمانان بحث‌های را به میان آورده بود و گفته می‌شد که ارزش آنها به 10,000 سامانی می‌رسد. حالا نیز چنین بحث هست، چون راه از ایتالیا تا خوجند دور است و حمل و نقل بار هم ارزان و آسان نیست. نمایندگان حکومت میگویند درختان مگنولیا را صاحبکاران محلی آوردند ولی نرخ آن را آشکار نمی‌کنند. فرزان محمدی، رادیو آزادی شهر خوجند. شماره قربانیان حمله روسیه به پایتخت اوکراین به 12 کس رسید. نمایندگان شهرداری کیف خبر دادند که ماموران نجات 2 جسد دیگر را از زیر ویرانه‌ها پیدا کردند. به اطلاع خدمات دولتی حالت‌های فوق‌العاده اوکراین در پی حمله هوایی نیروهای روسیه به شهر کیف 90 کس دیگر مجروح شده است. سپاس که ما را همراهی کردید. خبرهای از این بیشتر را در سامانه آزادی ارگ و صفحه‌های ما در فیسبوک، اینستاگرام، تیک تاک و تلگرام و یوتیوب و ایکس پیدا کنید. خدا نگهدار.